کسی حرف شما رو باور کنه. اون خانوم دلش برای شماها سوخت و شکایتشو پس گرفت. پس حواستون رو جمع کنین. به نظر منم باید کوتاه بیایم. آره کوتاه بیایم. کوتاه بیایم برن گمشن. حتی این دنیا هم به ما رحم نمیکنه. وسایلمو جمع کن بذار توی جعبه. فردا یه نفر رو میفرستم بیاد ببره. دیگه هم به من زنگ نزن. گریه نکن فریده. مشکل تو در برابر این بچه ها ناچیزه. گریه نکن. ساگل شام مرغ بود گذاشتم لای نون برات آوردم. گرسنه نیستم، میخوام بخوابم. میدونستی که تو زندگی منو نجات دادی؟ من اونقدر قوی نیستم. اگه منو میبردن اونجا تا حالا از قصه حتما مرده بودم. این لطف تو تا آخر عمرم فراموش نمیکنم. چقدر گندش کردی دختر. اصلا چیزی حس نکردم، کلا فراموشش کردم رفت. پس چرا از وقتی اومدیم همش تو تخت خوابتی؟ دیشب تو بازداشتگاه نتونستم بخوابم. اگه بالا سرم انقدر غر نزنی کپه مرگمو میذارم. باشه پس بخواب. همینجوری تو خونه خالی میمونی؟ چی میخوای؟ دعوتم نمیکنی بیام تو؟ تو با چه روی اومدی اینجا؟ فرید خواهش میکنم باور کن من بیشتر از تو از دست خودم شاکیم. نمیدونم چرا همچین کاری کردم. شاید به خاطر ترسم از ازدواج بوده. که اینطور؟ دیگه دلیلی واسه ترسیدن وجود نداره. با هر زنی که دوست داشتی میتونی باشی. فریده خواهش میکنم. چی کار میکنی؟ به من دست نزن. مشکلی پیش اومده؟
به شما ربطی نداره. فرید اینجوری دم در نمیشه. باید با هم حرف بزنیم. بهت که گفتم دلیلی واسه حرف زدن وجود نداره. چرا نمیفهمی؟ خواهش میکنم. وداد از اینجا برو. دوست عزیز چرا اصرار میکنی؟ وقتی میگن برو برو دیگه. به تو چه ربطی داره؟ منو نگاه کن. ببین حوصله چرت و پرتای تو رو ندارم، فهمیدی؟ شانس دوباره ایم در کار نیست. از این به بعدم نه دوست دارم صدا تو بشنوم، نه دلم میخواد ریخت تو ببینم. میخوام فراموش کنم تو زندگیم بودی، فهمیدی یا نه؟ اینم وردار ببر بفرست واسه همون زنی که باهاش بودی. نام زدم. یعنی قبلا بوده. بله. من داشتم آشپزخونه رو جمع و جور میکردم. ببخشید مزاحمت نمیشم. چیزه؟ خیلی ممنونم. خواهش میکنم. بالاخره همسایه ایم دیگه. درسته. پلیسا اومدن تو پارک و ما رو گرفتن. بعدش هم بردنمون کلانتری. تا صبح اونجا نگهمون داشتن. بعدش هم بردنمون بیمارستان. البته به من کاری نداشتن. از همه بیشتر به سوگل مشکوک شده بودن. اونو بردن برای معاینه. منو نگاه کن. اگه یه بار دیگه ببینم پشت سر سوگل حرف میزنی خودت میدونی. من که چیزی نگفتم. اونا پرسیدن. بازم خدا رو شکر بچه های مدرسه نمیدونن. آره. صبح بخیر. این تویی؟ صبح مامانم بهم نشون داد. چرا نوشتن دختران پانسیون دولتی؟ تو که اونجا نمیمونی. به بچه هم گفتم امکان نداره این ایلول باشه، اما این عکس ایلول یه چیزی بگو. ایلول جانسو لطفاً چیزی نپرس. تو دیگه نمیتونی منو درک کنی. نمیتونی بفهمی چی میکشم. بس دیگه، خودتو هلاک کردی. یه ذره به فکر پسرمون باش. امکان نداره ایلول همچین کاری بکنه. در عرض یه روز که رفتار بچه عوض نمیشه. خدایا من دخترمو چجور جایی فرستادم؟ چرا این کارا کردم؟ میرم دنبالش. اون دختر منه، باید دخترمو بهم پس بدن. آره برو بیارش. بادو الان کل محله این خبر روزنامه رو خوندن. بیارش تا توی کل محل سوژه بشیم. بیارش تا اهل محل بریزن در خونمون. استغفرالله. پس چی کار کنیم؟ کاری نمیتونیم بکنیم. حسن بذار یه چیزی بهت بگم مسعوده. تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها. من که غیرتم اجازه نمیدم چین